دوستان خسته نباشید. شب و روزگارتون خوش. خوشحالم که باز هم در خدمتون هستم. درس 76م. در 15 مورد دیگه از فعل ها رو ما مطالعه میکنیم از 100 تا فعل تاپ. خب دقت کنید. گذشته ساده فعل رو من در اینجا نوشتم، پس این رج یا این ردیف گذشته ساده فعل خواهد بود. بعد سعی کردم برای زمان حال و زمان گذشته پرفکت هم یک مثال بنویسم. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. دیروز باهاش صحبت کردم. در واقع این ایم میتونه هر کسی باشه، هر چیزی باشه، منتها آرتیکلش باید داتیوی باشه. Das Kind schläft. بچه خوابه. Bitte sprich leise. لطفاً آهسته صحبت کن. leise میشه چی بچه ها؟ آهسته. خب بچه ها loud چی میشه؟ بگید. عذر میخوام گفتم، خواستم بگم بلند چی میشه. loud میشه بلند. loud sprechen بلندتر صحبت کردن. لاوت میشه بلند، بلندتر نمیشه. خب واژه فعل 32 برینگن. بچه برینگن با برینگن انگلیسی یکی است، منتها معنای متفاوت هم داره. مثلا ich bringe dir ein Glas Wasser. گذشتهش میشه براختن، گذشته سادش. gebracht گذشته پارتیسی پرفکتش هست. حالا مثال ها رو. ich bringe dir ein Glas Wasser یعنی من برای تو میارم یه لیوان آب. اما وقتی من میگم ich bringe dich، دیگه این برای تو میارم نمیشه بچه ها، به معنای تو رو میرسونم میشه، که به جای برینگن شما تراگن هم میتونید بگید. سراغ لغتنامه برید گیج میشید، چون تراگن معانی دیگه ای داره. برینگن با حرف اضافه میاد معانی دیگه ای پیدا میکنه، نمیدونید کدوم فعل برای کدوم سطحه. پس ich bringe dich nach Hause. Ich bringe dir, Dativ, ein Glas Wasser. Hast du sie nach Hause gebracht? رسوندشون خونه؟ Ja, ich habe sie gebracht. رسوندمشون. Leben. Seit 4 Jahren in میدونید ان چیه؟ lebe ich in der Schweiz. lebten گذشته سادش. این زایت بچه همون سینس انگلیسیه، یعنی از 4 سال پیش من در سوئیس زندگی میکنم. نکته خیلی مهم، زمانی که شما از زایت استفاده میکنید فعلتون حتما بایستی زمان حال باشه، چون فعلی که تا زمان حال در جریان بوده و الان هم در جریانه و هنوز داره اتفاق میافته، پس گذشته نیست. اگر شما 2 سال پیش جایی زندگی کردید اونجا دیگه با فوه میاد، یعنی یک نقطه در گذشته است. فوتسفا یاغن بازم اینجا ان داتیوی میگیره. habe ich جاش عوض شده، مراقب باشید. این habe ich auch im Iran gelebt. 2 سال پیش تو ایران هم زندگی کردم. حالا اینجا میتونی بگی مثلا für 2 Jahre lang برای 2 سال. خب 2 Jahre lang برای 2 سال، ولی دیگه بایستی حتما گذشته باشه. فاغن، این فاغن هم دوباره مثل همون برینگنه. میتونی بگی که من دارم ماشین سواری میکنم. ich fahre mit dem Auto. دارم با ماشین میرونم، یعنی دارم سواری میکنم، دارم در حال رانندگی هستم. حالا موری wo bist du؟ ja ich fahre mit dem Auto. خب گذشتهش führen هست. führen. خب gestern bin ich in den Iran gefahren. دیروز رفتم ایران. البته با ماشین بری با هواپیما میشه geflogen، fliegen میشه. ich fuhr. بچه نگید فور. فور غلط، بگید ich fuhr vorgestern nach Deutschland. دیروز رفتم کجا؟ آلمان. meinen. ich meine. من منظورم اینه که، نظرم اینه که du musst zu Hause bleiben. تو باید تو خونه بمونی. خب ich meine. بعد من میگم، از شما میپرسم was meinst du؟ منظورت چیه؟ منتها نکته داره، اجازه بدید بعدها بگم. در آدسفای فعل ها رو بیشتر باز خواهم کرد. خب was meinst du؟ نظرت چیه؟ ich meine du musst zu Hause bleiben. به نظرم باید تو خونه بمونی. بعد یه اصطلاح خیلی به درد بخور براتون اینجا نوشتم. ich hab's. بچه این ich hab's در واقع بوده ich habe چی؟ es. در واقع بوده ich habe es. منتها اینطور نمیگن، میگن ich hab's nur gut gemeint. ich habe nur gut gemeint یعنی منظور بدی نداشتم. خب ادامه میدیم. فراگن. بدون حرف اضافه من دارم این فعل رو میگم. فکر کنم 2-3 جلسه قبل با حرف اضافه هم گفتم، حرف اضافهش ناخه، ولی مایلم اینجا بدون حرف اضافه بگم. ich frage dich etwas یعنی یه چیزی. من از تو یه چیزی میپرسم. خب من از تو یه چیزی میپرسم. hast du etwas gefragt؟ چیزی پرسیدی؟ ich fragte گذشته چیه؟ سادشه. ich fragte meine Kollegin. من از همکار زنم پرسیدم.
kennen بچه میشه شناختن. ich kenne این آکوزاتیوه. من فعلای بالایی رو نگفتم آکوزاتیو داتیوشو. بذارید بگم بچه ها، خیلی سریع و کوتاه بذارید بگم. sprechen بسته به حرف اضافهش که میته داتیو über، یعنی درباره یه چیزی صحبت کردن، میشه آکوزاتیو. پس با توجه به حرف اضافه. برینگن حرف اضافه نداره، با توجه به دیش یا دیه میتونه داتیوی یا آکوزاتیوی بشه. بچه لبن حرف اضافهش چیه؟ اینه، درسته؟ پس میشه داتیوی. حرف اضافهش داتیویه، درسته؟ پس میشه بعد از این هرچی بیاد میشه داتیوی. همیشه با این میاد بچه. از خودش اختیار نداره، حرف اضافهش دستور میده. فارن با میت بیاد، بله. کجا میری؟ ناخ دویچلند. با میت بیاد داتیوه، با ناخ اومد بازم میشه چی؟ ارز کنم که داتیوی. منتها الان آرتیکل دویچلند دره نگفته دم، اینا اصطلاحا نمیگن، میگن ناخ دویچلند، نمیگن ناخ دم، ولی ایران میگن این دم. خب یا این دن. ماینن بچه ها آکوزاتیو مشخصه، این اس همون اس هست. ich habe es مشخصه که آکوزاتیوه. فراگن خود به خود چیز هست بچه آکوزاتیوه، ولی حرف اضافه ناخ بیاد میشه چی؟ حرف اضافه ناخ هم میشه داتیوه دیگه. حالا میرسیم کنن. ich kenne ihn nicht، من نمیشناسمش، آکوزاتیوه. kannten گذشته ساده شه. hast du ihn gekannt؟ شناخت ich؟ hast du ihn gekannt؟ شناخت ich؟ ich habe meine alte Tochter nicht gekannt. من دختر بزرگم و آلته، یعنی دختر مسنم رو نشناختم. gelten als یعنی به حساب آمدن، قلمداد شدن. خب das gilt nicht، اینو تو بازی میگم بچه ها. خب یعنی حساب نیست، آقا حساب نیست، das gilt nicht، من قبول ندارم. این als حرف اضافه شه بچه ها. حالا یه مثال با als میگیم. das gilt اینجا دیگه نمیشه، خب نزدیک به همونه. چرا؟ das gilt als ein gutes Buch، او قلمداد میشه، اون به حساب میاد. als به عنوان بچه ها. als به معنی چی؟ به معنی به عنوانه میاد. مثلا ich arbeite als Lehrer، من به عنوان معلم کار میکنم. das gilt als ein gutes Buch، اون به عنوان یک کتاب خوب قلمداد میشه. gegolten من مثال ننوشتم چون تا به حال من اینو استفاده نکردم، نشنیدم. چرا؟ چون فعل های دیگه ای هست که از گذشته اون استفاده میشه برای قلمداد شدن. فقط براتون میگم کنجکاویتون رفع بشه. betrachten یا ansehen. بچه دقت کنید خواهش میکنم، فقط الان مثالا رو گفتم که بدونید چه فعل هایی به عنوان قلمداد شدن استفاده میشه. یه نکته، پس من واقعا از گگولتن کم دیدم، از این دوتا استفاده میکنن خیلی ها، یعنی خیلی. نکته این دوتا هم اینه، الان پاکشون میکنم ببین. نکته این دوتا اینه که اینا 3-4 تا معنی دارن که همشون استفاده میشه، منتها یکی از معنی که استفاده میشه این به حساب آمدنه. منتها برای این صد نیست، فقط خواستم بگم بدونید. این شاید بگید چه استفاده داره، همین که میبینید آشنا میشید این خیلی براتون خوبه. خب stellen میشه گذاشتن. ich stelle mein Glas، من میذارم لیوانمو auf den Tisch، چون توش حرکت هست باید آکوزاتیو نقش آکوزاتیوی داشته باشه، دستور آکوزاتیوی بده auf، پس میشه den Tisch. stellten بچه ها گذشته ساده شه. haben Sie das Buch wieder دوباره auf das Regal gestellt، بازم کتاب گذاشتید توی قفسه. ja das habe ich gestellt. spielen بازی کردن، گذشته پرفکتش میشه gespielt، گذشته سادهش میشه spielten. spielt jeden Tag Ping Pong، او هر روز پینگ پونگ بازی میکنه. hast du mal früher Schach gespielt؟ früher میشه قبلا. تا به حال یه بار قبلا شطرنج بازی کردی؟ früher قبلا. مال یعنی تا به حال یه بار. البته schon einmal میتونیم بگیم، حالا من مال آوردم، حالا همین مال رو بخونید فعلا. قبلا بازی کردی؟ ja ich habe früher 2-mal Schach gespielt. arbeiten یعنی کار کردن. arbeiteten گذشته سادهشه، گذشته پرفکتش میشه gearbeitet. Sie arbeiten jeden Tag، شما کار میکنید jeden Tag هر روز. fast یعنی بچه تقریبا 8 ساعت. خب ادامه میدیم با فعل brauchen. بچه brauchen یعنی چی؟ نیاز داشتن. یک نکته فعل brauchen داره، من در خدمتون هستم میگم. شما هر زمان فعل brauchen رو مصرف کردید، خب به فعل بعدیتون zu بدید. مثلا Sie brauchen
ihren Chef brauchen چیه؟ از میخوام خواستم بگم آکوزاتیوی نه، خود brauchen که آکوزاتیوه. مثلا ich brauche das Buch. خب من اون کتاب رو نیاز دارم. بذارید بنویسم براتون بچه ها، یه خود عقب‌تر می نویسم. ich brauche das Buch. من اون کتاب رو نیاز دارم. تموم شد. این جمله ساده با یه فعل brauchen ببینم مفعولش. اما brauchen مثلا در زبان پارسی میگیم تو باید یا تو نیازه که بری اونجا. خب این رفتن یه فعل، نیاز داشتن هم یه فعل، میشه دو فعل. در آلمانی زمانی که شما brauchen استفاده میکنید، بی برو برگرد به فعل دومیتون تسو میدید. ببینید من تسو دادم. منتها فعل بعدی من میبینید دو قسمتیه. تسو رو انداختم وسط. خب تسو رو انداختم وسط. بذارید این بحث رو تا اینجا ببندیم. اگه یه قسمتی بود همون پشت فعل قرار میگرفت. پس شما نیاز دارید که به شفتون، یعنی باید به شفتون زنگ بزنید. ایغن شف زنگ بزنید. حالا این آنروفن آکوزاتیوه. خب این شف آرتیکلش آکوزاتیو عوض میشه. Das habe ich gestern gebraucht. اونو دیروز نیاز داشتم. حالا این gebraucht گذشته چیه بچه‌ها؟ brauchen. خود فعل gebrauchen میشه مصرف کردن. مثلا Entschuldigung, wie kann man das Wort gebrauchen؟ آدم چجوری میتونه این کلمه رو استفاده کنه؟ بعد یه مثال میگه. اوکی، ich möchte ein Beispiel vormachen. میخوام یه مثالی رو نمایش بدم، نشون بدم. تموم شد. folgen. خب میشه folgten بچه ها، میشه folgten. خب من تا 43 بیشتر نمیخوام بگم. folgten. بعد folgen میشه هم follow می در انگلیسی، یعنی پیگیر بودن، پیروی کردن. مثلا folgen Sie mir یعنی دنبالم بیایید. folgen Sie mir. خب در سطح A1 معنی دیگه folgen کاربرد نداره. من به همین یه دونه مثال اکتفا میکنم. شب و روزگارتون خوش. براتون روزهای خوبی آرزو میکنم. Tschüss allerseits. Tschüss. Schönen Abend noch.